آمدی سال نو رو به یکایک شما مبارک میگویم. آرزو میکنم که در خاندان شما فیض و برکت، در خاندان شما روزهای بهترین بیاید، قدمهای نیکش را گذارد. در این سال همه آرزوهای شما جامعه عمل باشد، موفقیت ها یار شما باشد. هر چیزی که در ضمیر قلبتان آرزو داره جامعه عمل باشد. از این منبر فرهنگی جهانی برایتان خوش خبرها میرسانیم که یک قدم‌های استوار هنر و هنروری را به میدان‌های فرهنگی جهان آوردن ما را ارج گذار باشید. مخلصی خود را برای ما ارزانی دانید. همه وقت همین خیلی که هستید خوش و خرسندانه، بی‌گزند، صحت و سلامت و با آرزوهای آسمانی، با آرزوهای شیرین و همه نیکی‌های عالم نصیب شما باشد. همدیاران عزیز، سال نو 2022 را با امید و آرزوهای نیک و نقشه های نوی سازنده استقبال گرفته ایستادیم. بگذار سال نوی میلادی با عائله هر یکی شما صلح و آرامی، تجلی خورشید آرزوها، فیض صبحی با سعادت، فیض و برکت و دستاوردهای نوین آورد. سال نوتان مبارک باشد همدیاران عزیز. السلام علیکم دوستان عزیزم. من نرگس فیدو محمد از شهر نیویورک همه شمایان را، هموطنان عزیزم، با فرارسیدن سال نوی میلادی تبریک و تهنیت گفتم. به همتون صحت و سلامتی پیش از همه آرزومندم. به خاندان هر یکی شما فیض و برکت، به کارهایتان سال نو مبارک. سلام علیکم همدیگران عزیز، سال نوتان تبریک. بگذار سال نوی آمده ایستاده برایتان تمامی خوشی رزگو رو بیارد. بگذار همه اون درد و رنج و کسلی‌هایی که در سال 2021 بود با سال 2021 بماند. بگذار در سال نو خدا برای کاری همتون اتیاد سلامتی تیاد پیش از همه، تمامی نزدیکانتون خداوند نگهدار باشد، در بالای سرتون باشن و از خونتون دائم آوازی خوشی و خرسندی براید. سال نوتان مبارک. سلامت باشید. با همه سلام همدیاران عزیز. آمدی سال نو به همه شما مبارک باشد. اولا به همه تاجیکستان، به همه تاجیک زبانان، فارس زبانان، اولا در سال 2022 تنها سلامتی میخواهم. بگذار همه کسایی که بود در سال 2021 در پشت ما ماند و دیگر این کسا و این درد و غم را نبینیم. باز یک بار همه تاجیکستان را آمدی سال نو مبارک باشد. به همه سلامتی. هر سال با خود دگرگونی و نوآوری ها دارد و مردم سیاره خصوصاً و تاجیکان تمام دنیا در این سال نوی میلادی از همه اساسی سلامتی آرزو مندم. بگذار همه کمبودی ها، نافهمی ها، بیماری ها و دشواری ها در سال 2021 بمانند و سال نو برای هر یک شما سالی پر از فیض و برکت و خوشبختی بگردد. سال نوتان مبارک. السلام علیکم هموطنان گرامی قدر. آمد سال نو میلادی را به هر یکی شما مبارک باد می نمایم. به همتان تنی صحت، خاطری جمع، دلی بیغم آرزومندم. بگذار تمام آرزوهایتان در این سال نوین عملی شوند.
در خانه‌تان تنها صدای خرسندی و سرور باشد و بگذار تمام بشریت را پروردگار از هر بلاها در پناه عصمتش نگاه دارد. سال نوتان مبارک باشد دوستان. سلام مردم عزیز تاجیکستان، همه شما را دوست داریم. حالا باشد به عنوان عزیزی ما از شهر نیویورک در منخیتان بودند، زنگ زدن گفتند که ما تبریکات ما رو تمام کردیم، اکنون نوبت به شهر فیلادلفیا است. خوب فرصت فرا رسید، حالا باشد بارانی هست. 30 دکبر 2021. البته هوا خنک است اما قلب من در جوش است، چون با شما عزیزان صحبت دارم. دعا میکنم که همیشه صحتمند باشید، پیروز باشید، خوشبخت باشید، طبع بالیده داشته باشید، چون اومدی سال 2022 است. سال 2022 میخواهیم که یک صحیفه نوی تاریخی باشد که تمام سیاهی ها در پشت بماند و سفیدی رمزی البته خوشبختی است، چون همه میخواهد که خوشبختی های نو به ما قدم بزند، چون سال پلنگ است، سال جسوری و دلیری و شجاعت و چقانه و موفقیت ها هست، چون پلنگ همیشه میخواهد که قدم یکم داشته باشد و به شکار خود موفق بشود. خب البته انسان هم همیشه میخواهد که جهد و تلاش کند، اما به طور انسانی، چون انسان عقل دارد. پلنگ حیوانی وحشی که در جنگل، در قانون جنگل زندگی میکند، ما باشیم در قانون آدمیت. خب در سال 2022 آرزوی آن میکنیم که شمای عزیز و دوستانی که در هر کجا نباشید، نخستین من برای همه شما در هر کجای نروم سلامتی میخواهم. بعد سلامتی خاطر جمع میخواهم، بعد خاطر جمع عمری دراز، چون همین سه چیزی که اگر شما داشته باشید و خدای مهربان برای شما همین چیز ارزانی داشته باشد، عالم گلستان می شود. و همیشه با ما باشید عزیزان.